ما الان 2 تا شهید مفقود یا نه 2 تا شهید جاوید الاثر داریم. یکیشون ماکان نصیریه، یکیشون امیرعلی جداویه. اگر از امیرعلی جداوی تا الان حرفی به میان نیومده، علتش این بوده که پدرش خواسته مادرش مطلع نشه. علتش هم این بوده که مادر باردار بود، 8 ماه باردار بود و الان خواهر امیرعلی متولد شده. 3 ماه از تولد خواهرش داره میگذره تقریبا. شب گذشته به مادر گفتن که ما فقط اینجا یه لنگه کفشی از امیرعلی رو اینجا گذاشتیم توی این مزار که دلخوشیمون باشه و بدونیم یه جایی برای این که بیام خودمون رو تسکین کنیم، تسکین بدیم داریم. هم برای سلامتی مادر امیرعلی دعا بکنید و هم برای این که انشالله یک نشانه ای دست مادر امیرعلی و مادر ماکان نصیری برسه. فقط دایی امیرعلی مطلع بوده و ما که رفقاشون هم بودیم از این موضوع اطلاع نداشتیم.